لعنتی شمکا در کجا هستی؟ در کجا؟ اکا تمام چکری کجای شهر گفتیم پدنالا تنه افتیم و ایجا گریخته رفتگی ای کجایی این پاپ نیست مگر؟ ها پاپ است. آخر پسر پاپ در اینجا چی کار میکند؟ همین تبلیغات چی باشه؟ چقدر تبلیغاتی؟ اکا شاید راهش را گم کرده باشد. بسیار خوب راهش را گم کرده باشد ما با او راه حق را نشان داده او را مسلمان میکنیم. چی گفتی؟ چی خیلی دین اسلام را قبول میکنه حیران میشم مشروع اکا استغفرالله پسرم ما کی هستیم که مسلمان میکنیم؟ هدایت از جانب الله است. ما با او تنها محتوای اسلام را میفهمانیم. خواهد قبول میکند نخواهد قبول نمیکند. شاید آن بیچاره بعد از حضرت عیسی علیه السلام آمدن آخرین پیغمبر را خبر نداشته باشد. با او از آمدن آخرین پیغمبر و از بین رفتن حکم دین مسیحی را فهماندن لازم. اکای کانون همه این رو ما با او چخیل میفهمونیم ها؟ من یک فکر دارم ما چرا کاردار میشویم او رو به نزد پیدیکار استادمون میبریم او چی کاری خواهد کند؟ آفرین به تو شرف. بیهوده نگفتن که ساعت ویران هم در یک روز 2 مرتبه ساعت رو درست نشان میدهد. فکر خوب به سرت آمد. رفته او رو گیرید به نزد داملا هجری میبریم. سلام علیکم مستر پاپ. جناب پاپ میگیم که مسلمانت کنیم اکا. یا خدایا هر کجا اینا رو من می ابله ها از پیشم میبرم. آدم اکوش دیسته پاپ. اکا این پاپ مسلمان شدن نمیخواه. او را دستگیر کنید. بست مردک جناب پاپ از هدایت جای گریز نیست. ای مردک به مسلمانت کنیم آخی چکل آدمی تو؟ این بدبخت ها چی میگن؟ آخی من به این مسلمانم. وقف به مسلمانش کنیم؟ پاپ گریخته ایستاده است او را دستگیر کنید. کجا بره اکا؟ کجا بره؟ دیگر راه گریز نداری جناب پاپ. استو جناب پاپ ببریم در اینجا کمتر مسحتت بکنیم. فهمیدی نفهمیدی با قبری پدرت رفتن گیرو که به مایمونگری نکن به بعد گزلب ده بقبر شرف بقبر شرف بخشی زیاد این طرف تو بیا همه عقل سبزی است که در نمیست تو بخواه نکن. فهمیدی یا نمخی؟ فهمیدی؟ اترام نولی میسونک پکت رو یا خدایا بخیر با کشکتکی ببریم. چی بگیم؟ اکا کانونی نو وارده بود. جناب پاپ چرا میگریزی ها؟ از ما با تو ضرر نمیرسد پروا نکن. ما خوبی تو را میخواهیم. تو را مسلمان بکنیم. تا اینجا که آمده باشی در این حکمتی هست. با ما گوش کنید. رفتیم به نزد داملا هجری.